تطبیق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اوید با آمادگی به دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 به اهالی ساکنان ناحیه دیوشتیج امکانیت داد که در این روزهای سردی فصل سرما کار و فعالیت را منتظم و ثمره بخش به راه مانند. مثلا فصل زمستان برای مؤسسه‌های تعلیمی یکی از موسم‌های مسئولیت‌ناک به شمار می‌رود، زیرا در این دوره نگاه داشتن حرارت مساعد در صنفخانه‌ها و تامین روشنی برای روند تعلیم نقشی مهم می‌بازد. از بازدید یکچند مؤسسه‌های ساحه معارف در جماعت‌های یختن، غزنترک و جماعت شهرک قانچی ناحیه دیوشتیج عیان گردید که در این سردی‌های روزهای فصل زمستان گرمی معتدل در مکتب و باغچه کودکستان‌ها تامین کرده شده است. مثلا در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 16 که 770 خواننده تحصیل و 58 نفر آموزگار فعالیت می‌کند، با وجود هوا تا -4 درجه سرد بودن، در داخل بنا حرارت از 18 تا 22 درجه گرمی تامین کرده شده است. تا این دور من در هر گونه آزمون‌ها و المپیادها اشتراک نمودم. بیشتر به فن شیمی شوق زیاد دارم. برای همین هم سال گذشته در آزمون جمهوری علم فراغ معرفت اشتراک نموده. در دور جمهوری سزاوار جای دوم و صاحب 50,000 سامانی گشتم. در المپیاد ولایتی از فن شیمی اشتراک نموده. سزاوار جای یکم در آنجا گشتم. در مؤسسه ما برای آموزش خوانندگان شرایط‌های زیاده فراهم آوردند. معلمان صاحب تجربه این مؤسسه به تمام خوانندگان کمک می‌کنند، یاری می‌رسانند تا اینکه آنها در جامعه آینده صاحب موقع خود باشند. حالا در بیرون برفباری ایستاده باشد هم در صنفخانه‌های ما گرم باشد، یعنی برای خواندن طلبه‌ها تمامی شرایط‌ها فراهم می‌باشد. در ناحیه دیوشتیج به رشد ساحه مهمی تعلیم و تربیت معارف اعتباری جدی داده شده. طبق نقش چاره‌بینی‌های شعبه معارف ناحیه، بهره تکمیل نظام تعلیم بیشتر استفاده بردن از اصولهای فعال، طبق رویه‌ها به راه ماندن روند تعلیم، مستحکم نمودن پایه‌های مادی تکنیکی مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی تدبیرها عملی کرده می‌شود. بنا به اطلاع مسئولین، انگشتی ذخیره گردیده در مؤسسه‌های تعلیمی همچون منبع اساسی گرمیدهی کاربست گردیده، حرارت داخل اتاق‌ها در سطح لازمه قرار دارد و محیط آموزشی به راحت برای خوانندگان فراهم است. طالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نمینت ادبیات خواندن و از برنمودن ادیبان کلاسیک تاجیک می باشم. سراول منتداری خیش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می رسانم که برای ما جوانان چنین آزمون‌ها را تشکیل نمودند و چنین شرایط‌ها فراهم آوردند. فصل زمستان است، صنف‌های ما را بسیار گرم کرده می‌دهند و ما با شرایط خوب به مکتب آمده با خوانش خوب و اعلا درس می‌خوانیم. مهیا نمودن شرایط مساعد به فعالیت آموزگاران نیز در این فصل زمستان اهمیت خاص دارد. برابری تعلیم و تربیت گرفتن خوانندگان همچنین برای پیشرفت ساحه معارف و آینده کشور اهمیت بزرگ دارد. معلم سیمای پیشبرنده جامعه بود و میماند. آموزگار وظیفه نهایت دشوار را به ذمه گرفته در زندگی پر از راز و نیاز انسانیت را تربیت می نماید. جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان معاش ما آموزگاران را 30% بلند کردند و این ما را وظیفه دار می نماید که نسل نورس را در روحیه وطن دوستی خودآگاهی تربیت نماییم. تحلیل و مشاهده ها از یکچند مؤسسه های ساحه، باغچه کودکستان ها، مکتب های تحصیلات میانه عمومی ناحیه دیوشتیج ثابت نمود که اکثر از مکتب و کودکستان ها به این مسئله اجرایش سمت های آمادگی خوب اعتبار داده، الحال از آن با ثمر استفاده می نمایند. مستانه محیدی لازاده، فرهادی عبدالله، اخبار.